أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 27 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 28 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثامن والعشرون، یعنی درس 28. درس 28 به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اول حفظ کرده شود. این کلمه ها عبارت هستند از، صاحب کتاب میگوید، جامعتون. جامعتون یعنی مسجد. جامعه یعنی مسجد، یعنی مسجد جامع. جمعش می شود جامعاتون، جمع مؤنث سالم می شود با الف و تا. جامعاتون یعنی مسجدها، مسجدهای جامع، جمع مؤنث سالم. بعد از این میگوید شارتون. شارتون یعنی ستاره یا زنچاک، اون چیزی که برای کارگرها داده میشوند که در سر کتف یا در پیش سینه هاشون زده میشود. ستاره یا زنچاک، اون رو میگن به زبان عربی شارتون. و جمعش می شود شاراتون، جمع مؤنث سالم می شود. شاراتون یعنی ستاره ها یا زنچاک ها. بعد از این میگوید بدلتون. بدلتون اصلا در زبان عربی لباس مخصوص را میگویند. مثلا یک کارخانه یک لباس مخصوص آماده میکند، همون لباس مخصوصش را بدلتون میگویند. اما در اینجا بدلتون مقصدش شیم و کستوم است، زیرا که شیم و کستوم هم لباس خاصی کارگرا که هست. از این حساب میشود که بدلتون را ما شیم و کستوم ترجمه کنیم. اما بدلتون شیم، لباس خاصی هر کارخانه. بعد از این میگوید بدلاتون، یعنی شیم و کستوم ها، جمع مؤنث سالم شده است. بدلاتون با الف و تا جمع شد. یا لباس های مخصوص. بعد از این میگوید عاملون. عاملون یعنی کارگر. عامل کارگر را میگویند. این مفرد است. جمعش می شود عمالون. عمالون یعنی کارگرها، جمع تکسیر. بعد از این میگوید عاملتون. عاملتون دیگر برای ما و شما معلوم است که عاملتون این مؤنث است. مؤنث است یعنی کارگر زن. کارگر مؤنثش ژنسکایرات. این عاملون باشد اسم فاعل است. عاملون اسم چی است؟ فاعل است. از عمل کار کرد، فعل ماضی. یعمل کار میکند، فعل مضارع. اسم فاعلش میشود عاملون، یعنی کار کننده. از این حساب میگیم کارگر. پس عاملون، عاملانی، عاملون مؤنث چی میشود؟ عاملتون، یعنی کارگر زن. این مفرد مؤنث است. و جمعش می شود عاملاتون، جمع مؤنث سالم.
عاملاتون یعنی کارگرد زنها می شود جمع مؤنث سالم. بعد از این میگوید که معملون، معملون اسمی مکان است، اسم زمان و مکانش به همین وزن می آید. چطور گفتیم که از غیر باب یفعیل بر وزن مفعلون آید اسم زمان و مکانش. پس این بابی غیر یفعیل است، یعنی فعیله یفعلو است، از باب چهارم است، یفعلو از فعل مضارعش. پس اسم زمان و مکانش چی می شود؟ معملون، یعنی جای کار. پس میتونه بگیم کارخانه. معملون جای کار، کارگاه، کارخانه، همینطور ترجمهش کنیم می شود. بعد از این میگوید معاملو، معاملو کارخانه ها، این صیغه منتهی الجموع هست، کارخانه ها، کارگاه ها. بعد از این میگوید حیاتون، حیاتون حیات زندگی، حیاتون حیات یا حیاتون زندگی. بعد از این میگوید عماذا، عماذا از چی چیز، عماذا یعنی از چی چیز، یعنی در چی موضوع می شود. عماذا در چی موضوع ترجمهش کنیم. عماذا در اینجا سه کلمه است. عن به معنای از، دقت دادید یکتا. ما به معنای مای استفهامیه برای غیر عاقل. ذا اسم اشاره، اسم مفرد. دقت دادید. عما ذا اصلش عن ما ذا، سه کلمه، یعنی از چی چیز یا در چی موضوع ده ترجمهش کنه می شود. بعد از این میگوید ممن از کی، ممن از کی اصلش چی است؟ من من، اصلش من من. نون یکم رو حذف کردن، در میم دوم ادغامش کردن شد ممن. در این عما همین توسط اصلش عن ما بود، نون ساکنه رو در میم ادغام کردن شد عماذا. ممن اصلش من من، ممن نون رو در میم ساکن ادغام کردن شد ممن، یعنی از کی. من من یعنی از کی، از کدام شخص. بعد از این میگوید کانا، کانا بود، فعل ماضی ناقص. اخوات کانا گفته بارها تکرار کردیم، همین فعل ماضیش کانا است. کانا یعنی بود، این از افعال ناقصه است. همچنین تام می آید، یعنی بعضی حالتو دا اسم و خبر میگیرد، در بعضی حالتو فاعل میگیرد. فاعل بگیرد به معنای وجوده است، یافت شد، پیدا شد. اگر که اسم و خبر بگیرد به معنای افعال ناقصه است. بعد از این میگه تسلم، تسلم یعنی تسلیم کرد، تسلیم کرد یعنی قبول کرد، قبول کرد یعنی گرفت. تسلم به معنای گرفتن. تسلم یعنی گرفت وی مرد در زمان گذشته، فعل ماضی است. تسلم از باب چند است؟ از باب 13، از باب تکلم. تسلم یتسلم، تسلم یعنی گرفت، یتسلم میگیرد، تسلمن گرفتن می شود مصدر. تسلم گرفت و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگیم تسلمت. این ته دعواش با نگوید که زنانه است، این ته از اصلی از کلمه است، از حرف زوایدی که در اول کلمه همراه میکنند. از در بابی 13 تکلمه به مثل همون ته تکلمه است. این ته مؤنث نیست، این فعل ماضی است. مؤنث فعل در فعل ماضی مؤنث در آخرش پیوست میشود. تسلمت قبول کرد وی زن، گرفت وی زن. بعد از این میگوید عندما، عندما خرج، عندما خرج یعنی وقتی که برآمد، وقتی که برآمد. دقت بتید، عندما وقتی که میگیمش. اصل عنده گفتیم دو ترجمه دارد.
در نزدی و عنده یکم ترجمهش در نزدی، دویم ترجمهش داری. اما در عنده در اینجا هر دو اینها ترجمه ممکن نیست. عنده ما، عنده همون عنده که خوندیم همون است. این ما موی مصدریه هست. عنده ما، این ما موی استفهامیه برای غیر عاقل نیست. این ما موی مصدریه هست. عنده ما به عربی عنده ما را ترجمهش فی وقت الذی می شود، یعنی در وقتی که، عنده ما در وقتی که خرجه برآمد و یک مرد در زمان گذشته. خرجه فعل ماضی است. خرج یخرجو میبروید و این مرد، یخرجو میبروید و این مرد در زمان آینده از بابی نصر ینصرو، بابی یکمی ثلاثی مجرد است. بعد از این میگوید عن، انا در گذشته هم گفته بودیم حرف جر است و معنای مین هست، یعنی از. بعد از این میگوید رسالتون، رسالتون رساله یعنی خط. بعد فارسی هم به تاجیکی هم رساله میگیم، رساله یعنی خط. امروز بگیم در تلفن مثلا SMS اما رساله است یعنی خط یا پیام. رساله پیام. بعد از این میگوید رسائل یعنی رساله ها، پیام ها، SMS ها. رسائل صیغه چی است؟ منتهی الجموع است. از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید که عرفه یعنی دانست و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم عرفت، دانست و یک زن در زمان گذشته. پس این یا دلالت به چی میکند؟ در گذشته گفته بودیم این یا دلالت میکند که در فعل مضارع اینمی ر را کسره کنیم. عرفه فعل مضارع ده یعری بگو، یعره نگو، یعرو نگو، یعریفو. این یا دلالت میکند که عین باب را، عین باب یعنی همین ری کلمه، ری در همینجا ری کلمه، عین باب را کسره بکن، میشود عرفه یعریفو. از باب چند میشود؟ از باب دویم. ضرب یضرب، باب دویم ثلاثی مجرد. عرفه دانست و یک مرد، یعریفو میداند و یک مرد. فعل مضارع مذکرش میداند و یک مرد. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم تعریفو، میدانی تو. فعل امرش چی میشود؟ اعرف، بدان تو. مصدرش چی است؟ مصدرش میگم معرفتون، معرفتن بگیم بهتر است. معرفتن یعنی دانستن، ریشه کلمه، اصل کلمه. معرفتن یعنی دانستن. بعد از این میگه که درسه یعنی درس خواند. درس خواند. فعل ماضی مذکر، درس خواند و یک مرد. مؤنث باشه چی؟ درست، درس خواند و زن. اکنون میگه در فعل مضارع این واو دلالت در چی میکند؟ در فعل مضارع میگه انا همین ر را دمه بکن. درسه ید روسو، درسه ید رو بگو، ید ریبو نگوی میگه، یا ید ر نگوی، ید رو بگو، ید روسو. پس این واو دلالت میکند که همین ر را در فعل مضارع دمه بده. ید روسو یعنی میخواند و یک مرد در زمانی آینده. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم تدرسو یعنی میخوانی تو زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ ادرس یعنی بخوان تو مرد. بعد از این میگوید دراستون، دراستون یعنی خواندن. این چی است؟ این مصدر است. پس درسه یدرسو بابی چند است؟ باب یکم، باب نصر ینصرو، باب یکم ثلاثی مجرد از 22 بابی صرفی باب یکم. بعد از این میگه که عمله یعنی کار کرد وی مرد در زمان گذشته. زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم عملت، کار کرد وی زن.
در فعل مضارع این الف دلالت به چی میکند؟ این الف دلالت میکند که در فعل مضارع این همین میم عین باب را فتحه بده. الف دلالت به فتحه میکند. پس بگو که عمل در فعل مضارع یعملو، ما بگو یعمی نگوی، با یعمو نگوی. عمل یعملو، یعملو یعنی کار میکند. و یک مرد در زمان آینده زن رو بگیم میگیم تعملو، کار میکنی تو زن. اگر که فعل امر شو بگیم چی میگیم؟ میگیم اعمل، یعنی کار بکن. اعمل، کار بکن. دقت دادید؟ پس عمل یعملو از باب چند است؟ از باب چهارم است. از باب علم یعلمو است. از باب چهارمی ثلاثی مجرد، یعنی از 22 باب صرفی چهارم بابش است. بعد از این میگوید که عملون، عملون یعنی کار کردن. عملون این مصدر است، پس میگیم کار کردن. پس این هست درس 28 از کتاب تعلیم زبان عربی، یعنی کلمه های نوی درس 28 اینها هست. اینها اول حفظ کرده شود. بعد از اون که این را حفظ کردید پس بگذارید به حوار، به گفتگوی درس 28. صاحب کتاب میگوید در حوارش که ممن هذه الرسالة، یعنی که از کی است این پیام، این خط، این اسمس. ممن هذه الرسالة، از کی است این پیام؟ ممن، من حرف جر، من استفهامیه برای عاقل، در محل جر مبنی علی السکون، در محل جر اسم مجرور. ممن جار مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم، هذه مبتدا مؤخر، الرسالة چیه؟ بدل از هذه. پس میگیم از کیست این رساله؟ از کی است؟ مبتدا خبر. بعد از این میگوید هذه الرسالة من اخ عربی، یعنی که این پیام از برادری عربی است. از برادری عربیه، نکره است، از برادری عربیه است. هذه مبتدا، الرسالة بدل از هذه، من حرف جر، اخین اسم مجرور. اینجا در اخ از اخوات کونه، از اخوات از اسمهای پنجگانه نیست. دقت دادید؟ از اسماء خمسه نیست. برای چی؟ به خاطر آنه که اسماء خمسه را گفته بودیم که باید مضاف باشه. در اینجا مضاف نیست. اخین برادره، پس اخین در اینجا مجرور است. علامت جرش الکسرة الظاهره. عربین صفت اخین است، عربین صفتش است. پس جار و مجرور متعلق به کائنون خبری هذه میشد، خبری مبتدا. بعد از این میگه که عما ذاهیه، یعنی از چی است وی، یعنی در چی موضوع است وی، یعنی رساله را میگه. عما ذاهیه، هیه برمیگرده بر رساله. از چی است وی؟ عما ذا جار و مجرور متعلق به کائنون خبرش میگوید، خبر مقدم، هیه مبتدای مؤخر. یعنی در چی موضوع است وی، یا از چی است وی؟ از چی است یعنی که در موضوع چی است. بعد از این میگوید الرسالة عن حیات الفلاحین عندهم، یعنی رساله یعنی پیام از زندگی دهقانها در نزد ویها است. یعنی خط درباره زندگی دهقانها در نزدشان است. الرسالة مبتدا، عن حرف جر، حیاتی مضاف اسم مجرور، عن حرف جر حیاتی اسم مجرور، حیاتی مضاف، الفلاحین مضاف الیه، جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم در حالت جر بیان میشد. فلاحین در حالت جر است، مضاف الیه، علامت جرش الیا و نون عوض عن التنوین فی مفرده. عند ظرف است، عند مضاف، هم در محل جر مضاف الیه. از این حساب میگیم که پیام درباره زندگی دهقانها در نزد ویها است. بعد از این میگوید متى تسلمت الرسالة، یعنی کی گرفتی پیام را، رساله را، کی گرفتی پیام را. متى
اسم استفهام از زمان است، یعنی کی، کدام وقت، کدام زمان. تسلمت گرفتی تو، تسلم یتسلمو، تسلم تسلمو تسلمو، تسلمت تسلمتو تسلمنا، تسلمت گرفتی تو مخاطب، دیدید؟ تسلمت گرفتی تو مذکر مرد. الرسالة مفعول به است. تسلمت فعل فاعل، تا ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. الرسالة مفعول به. کی گرفتی رساله را، کی گرفتی پیام را؟ میگه که تسلمتها امسی مساء. میگه تسلمتها امسی مساء، یعنی گرفتم وی را دیروز بیگانی. دقت دادید؟ تسلمتها امسی مساء، گرفتم وی را دیروز بیگانی. تسلمتها در اینجا فعل و فاعل و مفعول به است. تسلم تا اینجا فعل، تو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل، ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به. این ها برمیگرده بر رساله. رساله مؤنث کی است؟ ها را مؤنث آورد. میگه تسلمتها یعنی قبول کردم، گرفتم وی را یعنی رساله را. امسی مساء دیروز بیگانی. امسی یعنی دیروز، مساء بیگانی. امسی مبنی علی الکسر، این دیروز، این اسم زمان است، دیروز وقت. مساء همچنین اسم زمان است، ظرف هستند. امس و مساء ظرف هستند. امسی مبنی علی الکسر است، مساء مبنی که نیست، ظرف منصوب شده است، مساء میخوانیم شد. بعد از این میگوید که من این تعرف هذا الاخ العربی، از کجا میدانی یا میشناسی؟ تعریف را میشود با معنای میشناسی بگیریم. از کجا میشناسی این برادر عربی رو، این برادر عرب رو از کجا میشناسی؟ من حرف جر، این اسم مجرور، ظرف اسم مجرور مبنی علی الفتح. پس میگه جار مجرور متعلق به تعریفو. تعریفو فعل مضارع مخاطب، تعریفو یعنی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انت، میشناسی تو. هذا اسم اشاره مبنی علی سکون فی محل نصب مفعول به. الاخ برادری ها، بدل از برادر، اخ برادر بدل از هذا. العربیه صفت از اخ. دقت دادید؟ من این تعریف هذا الاخ العربیه، از کجا میشناسی این برادر عربی رو، این برادر عرب رو؟ میگه اعرفه عندما کان یدرس فی الجامعه فی مدینتنا. میگوید که اعرفه یعنی میدانم وی را، اعرفه میدانم وی را. در اینجا فعل فاعل مفعول به است. اعرف فعل، فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا، هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول به. اعرفه میدانم وی را، و یعنی اخ برادر را. عندما وقتی که، گفتیم که عند ما مصدریه به معنای فی وقت الذی، یعنی در وقتی که کان یدرس بود میخواند، کان بود یدرس فی الجامعه میخواند در جامعه، فی مدینتنا در مدینه ما، بود میخواند در اونیورسیته، فی الجامعه در اونیورسیته. پس در بالا در کلمه اینا گفتیم جامعتون مسجد جامعه میشود مسجد جامعه، همچنین جامعتون میشود اونیورسیته، اونیورسیته هم میشود. یعنی دو ترجمه کنید جامعتون رو میشود. اکنون دقت، اعرفه میدانم وی را، عندما وقتی که وی، عندما وقتی که، کانه از افعال ناقصه است، این اسم و خبر میگیرد. اسمش در کجا است؟ کانه اسمش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به اخ، اسمش است. یدرسو جمله فعلی خبری کانه میشود، جمله فعلی خبری چی میشود؟ کانه. اینجا در کانه ناقصه است، از افعال ناقصه. یدرسو فاعل ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به اخ. فی الجامعه در جامعه، فی مدینتنا در شهر ما. اینا هم جار و مجرور. بعد از این میگه کان یسکنو معنا فی منزلنا، میگه که بود، کان
بود، زندگی میکرد همراه ما در خانه ما، فی منزلنا یعنی خانه ما، بود زندگی میکرد همراه ما در خانه ما. دیدید؟ میگه که کانه از افعال ناقصه است، کانه از افعال ناقصه است. اسمش در کجا است؟ ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به اخ. یسکنو جمله فعلی خبری کانه می شود. جمله فعلیه در محل نصب میگوید خبری کانه. یسکنو زندگی میکرد، فاعلش کجا است؟ باز ضمیر مستتر تقدیر هو، زندگی میکند وی. معنا مع ظرف است، نا در محل جر مضاف الیه. فی حرف جر، منزلی اسم مجرور، منزل مضاف، نا مضاف الیه. کان یسکن معنا فی منزلنا، بود زندگی میکرد همراه ما در خانه ما. بعد از این میگوید ایکتبو الیکم رسائل، یعنی آیا می نویسد برای شما، الیکم به سوی شما یا برای شما، آیا می نویسد برای شما رساله ها، یعنی پیام ها می نویسد. همزه استفهامیه. یکتبو فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه ظاهره لتجرد یعنی النواصب والجوازم. فاعله ضمیر مستتر تقدیر هو، با برمیگرد به اخ. آیا می نویسد هو وی، آیا می نویسد وی. الیکم جار مجرور متعلق به یکتبو. رسائل چی است؟ رسائل مفعول به است. رسائل مفعول به است. تنوین را قبول نکرد برای چی؟ به خاطر اینکه صیغه منتهی الجموع هست. صیغه منتهی الجموع تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید نعم، جواب میتید، حرف جواب میگوید بله. الان یکتب الینا رسائل، حال حاضر می نویسد برای ما رساله ها را، حال حاضر می نویسد برای ما پیام ها را. الان ظرف است مبنی علی الفتح. یکتبو فعل مضارع مرفوع لتجرد یعنی النواصب والجوازم علامت رفع الضمه الظاهره. فاعله ضمیر مستتر تقدیره هو. الینا برای ما، الی حرف جار، نا اسم مجرور. رسائل مفعول به یکتبو، رسائل مفعول به چی میشود؟ یکتبو. برای خاطر منصوب است، علامت نصب فتحه ظاهره. تنوین برای چی نگیره؟ برای اینکه غیر منصرف است. بعد از این میگه لمن هذه البدله، یعنی از کی است این شیم و کاستوم. یا میتونیم بگیم که از کی است این لباس مخصوص. لمن جار مجرور متعلق به کائن خبر مقدم، هذه مبتدا مؤخر، البدله بدل از هذه. بعد از این میگه هی لابی، وی از پدری من است، وی از پدری من است. هی برمیگرده به البدلتو، یعنی همون لباس مخصوص یا همون شیم و کاستوم. لابی از پدری من است. لابی جار مجرور متعلق به کائن خبری، جار مجرور متعلق به کائن خبر. هی مبتدا، لابی جار مجرور متعلق به کائن خبر. بعد از این میگه این یعمل ابوک، یعنی در کجا کار میکند پدری تو. این یعمل ابوک، این ظرف است مبنی علی الفتح. یعملو فعل مضارع، فاعل ضمیر، فاعلش چی است؟ ابو، ابو فاعلش است، اینجا ضمیر نیست، اینجا ابو فاعلش است. فاعل ضمیر تقدیره ابو. یعملو فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. فاعله ابوک، ابو فاعلش مرفوع علامت رفع الواو. برای چی؟ به خاطر اینکه لانه من الاسماء الخمسه، ابو از اسماء خمسه است، علامت رفعش واو می شود. ابو مضاف، ک مضاف الیه، ابو ک مضاف الیه. بعد از این میگوید هو مهندس و هو الان فی المعمل، یعنی وی انجینیر است و حالا وی، و هو الان یعنی که و وی حالا در کارخانه است. هو مهندس، وی انجینیر است. هو مبتدا، مهندس خبر. وی انجینیر است یعنی پدرش گفته استفاده است. وی یعنی پدرش میگه که مهندس انجینیر است، یعنی مهندس است. و هو الان فی المعمل، و حالا وی، و در جمع میتونه واو حالیه بگیریم. و حال کونه الان، یعنی حال حاضر وی در حال بودنش. هو مبتدا، الان ظرف، فی المعمل جار و مجرور متعلق به کائن خبر.
هو مبتدا فی المعملی خبر، در محل متعلقش خبر. پس میگیم که وی حال حاضر در کارخانه است. معمل کارگاه، کارخانه اسمی زمان و مکان، در جای اسم مکان است. بعد از این میگه که یعمل فی هذا المعمل عمال و عاملات، میگه کار میکند در این کارخانه کارگر مردها و کارگر زنها. دقت دادید؟ یعمل فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. فاعلش در کجا است؟ فاعلش عمالون، عمالون فاعل است. دقت دادید؟ عمالون فاعل است. فی حرف جر، هذا اسم مجرور، المعملی بدل از هذا، جار مجرور متعلق به یعملو. عمالون فاعل یعملو و عاملاتون و عاطفه، عاملاتون عطف در جای عمالو، عطف در جای عمالون. دقت دادید؟ بعد از این میگوید و این تعمل انت، یعنی در کجا کار میکنی تو؟ و این تعمل انت، و در کجا کار میکنی تو؟ و عاطفه و استئنافیه. این ظرف مبنی علی الفتح، ظرف مکان، از جای کارش پرسیده ایستاده است. در کدام مکان کار میکنی؟ در کجا کار میکنی؟ تعمل فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره. انت در اینجا چی است؟ انت فاعل تعمل است. این تعمل انت، در اینجا فاعل تعمل ظاهر شد. دقت دادید؟ این تعمل، در کجا کار میکنی؟ انت، تو، در کجا کار میکنی؟ تو. بعد از این میگوید که انا فلاح و اعمل فی الحقل، میگوید که من دهقان هستم و کار میکنم در کشتزار، در زمین کار میکرده است. میگوید که انا فلاح، مبتدا و خبر، من دهقان هستم، و اعمل فی الحقل، و کار میکنم در کشتزار. و اعمل فعل مضارع فاعل در مستتر تقدیر انا، فی الحقل جار و مجرور متعلق به اعملو، در کشتزار. دقت دادید؟ بعد از این میگه فی بلادنا معامل کثیرة و یعمل فیها کثیر من العمال والعاملات والمهندسین. میگه در شهرهای ما معامل کثیرة، کارخانه های بسیار است. معامل جمع معمل، کارگاه، کارخانه، کارخانه های بسیار است. و یعمل فیها، کار میکند در آن کارخانه. فیها ضمیر است به معامل. معامل کارخانه ها غیر عاقل هستند، جمع غیر عاقل، برام خاطر مفرد مؤنث اشارهش کرد. فیها در کارخانه ها، کثیر من العمال، بسیاری از کارگران، و العاملاتی و کارگر زنها، و المهندسین و مهندس ها، انجینرها، همه اینها کار میکرده است. فی بلادنا جار مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم. فی حرف جار، بلادی اسم مجرور، بلادی مضاف، نام مضاف الیه در محل جر. پس میگه جار مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم. معاملو مبتدای مؤخر، معاملو مبتدا است. کثیرتون صفت معاملو است. معاملو غیر عاقل کی است؟ جمع غیر عاقل کی است؟ کثیرتون رو مفرد مؤنث صفتش کرد. دقت دادید؟ و یعملو، و میتونیم بگیم واو استئنافیه یا واو عطف، جمله بر جمله. یعملو، یعملو کار میکنند، فعل مضارع. فاعلش در کجا است؟ یعملو کار میکنند. فاعلش نه کثیرون هست، در جای ضمیر مستتر نگوید فاعلش رو. کثیرون فاعل یعملو است. فیها در وین، در کارخانه، جار و مجرور متعلق به یعملو. من العمالی از کارگران، من حرف جار، عمالی اسم مجرور، از کارگرها، کارگران مرد. و عاطفه العاملاتی عطف در جای عمالی. عمالی رو ببینید کسره است، عاملاتی کسره شد. جمع مؤنث در حالت جر کسره می شود، در حالت نصب کسره می شود نیابتا عن الفتحه. دقت دادید؟ در اینجا در حالت جر که است کسره است. کسره علامت جر بودنی جمع مؤنث سالم است. والمهندسین، مهندسین، و عاطفه مهندسین عطف است در جای عمالی یا در جای عاملاتی.
یعنی در جای مجرور است. عطف مجرور باید مجرور باشد. عطف ما گفتیم که تابع است، تابع ما قبل. پس در اینجا ما قبل مجرور است، مهندسین مجرور است. علامت جرش چی است؟ علامت جرش یا است. برای چی؟ به خاطر اینکه مهندسین جمع مؤنث، جمع مذکر سالم است. جمع مذکر سالم در حالت نصب و در حالت جر با یا می آمد. در حالت رفع با واو بود، مهندسون. در حالت نصب و جر با یا می شد، مهندسین. پس این یا علامت مجرور بودن مهندسین است. این نون چی است در آخرش؟ مهندسین. این نون جمع، نون عوض عن تنوین فی مفردهی است. مفرد چه ببینید؟ مهندسون تنوین دارد، در جمعش انمین نون جاینشین از جای انمون تنوین است، عوض از همون تنوین است. بعد از این میگوید این شارتک، در کجاست زنچاکی تو، ستاره تو. این ظرف متعلق به کائنون خبر مقدم، شارتک مبتدا مؤخر، شارتو مضاف که مضاف الیه در محل جر. میگوید شارتی علی بدلتی، یعنی ستاره من بر بالای لباس مخصوص من است یا بر شیم کستومم است. شارتی مبتدا، علی بدلتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر. شارتی یعنی ستاره من یا زنچاک من، علی بدلتی بر بالای کستونم است، کستون در بالای شیم کستونم است. دقت دادید؟ یا بر بالای لباس مخصوص من است. این یایی که میبینید شارتی یای متکلم است، ضمیر متکلم. بدلتی اینم ضمیر متکلم است، یعنی ستاره من بر بالای لباس مخصوص من است، مبتدا و خبر. بعد از این میگه بدلتی جدیدتون، یعنی لباس مخصوص من، یا میتونیم بگیم شیم و کستوم من نو است. بدلتی مبتدا، جدیدتون خبر. بدلتی آخرش ت دارد مؤنث، برام خود جدیدتون مؤنث آورد. مبتدا مؤنث که است، خبر رو مؤنث آورد. کستوم من یا شیم و کستوم من یا لباس مخصوص من نو است. این یا گفتیم یایی چی است؟ ضمیری متکلم، کستوم من. بعد از این میگه بدلتک قدیمتون، یعنی لباس مخصوص تو کهنه است. اینجا مبتدا و خبر. بدلتک مبتدا، قدیمتون خبر. بدلتو مضاف، که ضمیر مخاطب، تو که یعنی تو مرد، لباس تو مرد. قدیمتون لباس مخصوص تو مرد، قدیمتون یعنی کهنه است. بدلتو گفتیم مؤنث است، برای خود قدیمتون رو چی آورد؟ مؤنث آورد. مبتدا مؤنث است، خبر رو مؤنث آورد. بعد از این میگه این تدرسو، در کجا میخوانی؟ این ظرف از مکان، اسم استفهام ظرف برای مکان است، یعنی در کدام مکان. تدرسو میخوانی تو، تدرسو فعل مضارع است، فاعلش در کجا است؟ ضمیر مستتر تقدیر انت. در کجا میخوانی تو؟ این تدرسو انت، در کجا میخوانی تو؟ جواب میده میگه ادرسو فی الجامعه، یعنی میخوانم در اونیورسیته، میخوانم در اونیورسیته. ادرسو فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره لتجرد عن النواصب والجوازم. فاعلش در کجا است؟ فاعل ضمیر مستتر تقدیر انا، ادرسو انا، یعنی من میخوانم یا میخوانم من فی الجامعه در اونیورسیته، در دانشگاه. بعد از این میگه هو و اخوته یدرسون فی المدرسه، یعنی وی و برادرهای وی میخوانند در مدرسه، در مکتب. هو مبتدا، هو مبتدا است در محل رفع و واو عاطف است. اخوته، اخوتو عطف است در جای هو، واو عاطف است، اخوتو عطف است. هو در محل رفع است، اخوتو برای مرفوع شد. اخوتو مضاف، هو ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر مضاف الیه. پس خبر در کجا است؟ هو مبتدا است، اخوتو عطف است در جای هو. خبر در کجا است؟ خبر یدرسون فی المدرسه، یدرسون جمله فعلی، جمله فعلی در محل رفع میگوید خبر است. جمله فعلی در محل رفع خبر است. پس در اینجا خبر ما جمله بوده است، جمله فعلی، زیرا که ما در
علی جرومیه خونده بودیم که خبر مفرد می شود و غیر مفرد می شود و غیر مفرد جمله می شود یا شبه جمله می شود. دقت دادید؟ جار و مجرور، ظرف اگر خبر بیاد اونها شبه جمله هستند. اما جمله فعلی یا جمله اسمی بیاد اون رو جمله اسمی و جمله فعلی میگیم. در اینجا جمله فعلی خبری ما است، خبری هو است. یدرسون میخونند. یدرسو فعل مضارع است، مرفوع علامت رفعش چی است در اینجا؟ نون. برای چی؟ به خاطر اینکه این از امثله خمسه است. از امثله خمسه که است علامت رفعش نون می شود. و فاعلش در کجا است؟ یدرسون را فاعلش این واوی که میبینید فاعل است. این واو ضمیر جمع مذکر است. یدرسون میخونن و اینها مردها. دقت دادید؟ این واو چی بوده است؟ فاعل، ضمیر در محل رفع میگید فاعل است. فی المدرسه، فی حرف جر، المدرسه اسم مجرور. هو و اخوته یدرسون فی المدرسه، یعنی وی و برادرانش میخونن در مدرسه، میخونن در مکتب. پس این هست درس 28 و تمرین درس 28 و در اینجا درس 28 رو با پایان میرسانیم و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.